امروز با هم دیگه میخوایم بریم چند تا تمرین فوق‌العاده فول بادی بدون هیچ وزنه‌ای که از هر جا میتونین انجامش بدین. با من همراه باشید. مثل همیشه بدنمو با طناب گرم کردم. بچه‌ها طناب یه تمرین فوق‌العاده است و تنها راهی که میتونین توش بهتر بشین اینه که تمرین زیاد بکنین، با تعداد کم شروع کنین و هر روز بهتر و بهترش کنین. این تمرین برای ساق پا فوق‌العاده است. اول برو توی اسکوات، از پنجه جلوتر نیا و بعد خیلی آروم بیا روی پنجه و با تعادل از پنجه برگرد به اسکوات. اگه میخوای شکم و پهلوتو به چالش بکشی این تمرینات تو همه تمرینات انجام بده. اگه هنوز برات سخته که روی زمین بری، به این مدل از بلندی شروع کن. تاکید میکنم که این بهترین تمرین برای سفت کردن پشت بازوه که از شلی در بیاد و فرم قشنگی بگیره. بیشتر از 90 درجه نیا پایین و اگه برات سخته از پاهات حتما کمک. حرکت سکوات به ددلیفت فوق‌العاده است، هم برای باسن هم پشت پا. حواستون باشه که کمرتون اصلا خم نشه و زانوتون جلوی پنجه نیاد.